اتاق جادویی پارت 4. واسه این کار به پارچه و سیم نیاز داریم. اول مثل چیزی که داریم میبینین با سیم بیس گلبرگمون رو درست میکنیم. بعد آخرش رو با دست یا انبر دست میپیچونیم که بسته بشه. که این شد نتیجهش. یکم بهش حالت بدین که اینجوری بشه. حالا بریم سراغ پارچه که من از پارچه ارگانزا استفاده کردم. بعدم سیمو با چسب به پارچه میچسبونیم. سعی کنین این کارو خیلی آروم و ظریف انجام بدین. ویدیو کامل و با جزئیاتش رو حتما تو یوتیوب واسهتون میذارم. خب حالا پارچه های اضافی رو قیچی میکنیم. چند تا از این گلبرگا درست کنیم و بچسبونیم به هولدر لامپ. چند تا برگم درست کنیم واسه بالای گلمون. حتما حواستون باشه اول سیم برقو به هولدر بس کنیم بعد گلبرگا رو بچسبونیم. بریم که بچسبونیمشون به دیوار ببینیم چجوری شد. اینم از نتیجه نهایی. من دور سیما رو ریسه برگ زدم که به نظرم خیلی قشنگ‌تر شد. این لوستر جادویی خوراک کسایی که دوست دارن اتاقشون یا خونهشون رویایی و جنگلی بشه. اگه به این جور ویدیوها علاقه داری یادت نره فالو کنی یا نظرتو توی کامنت ها بهم بگی.